دوستان، حالا ما در منزل بدای خود مکتب اختصاصی بایسون هستیم. ما اینجا هم به درس‌ها، سمینارها برای توریسم و تعلیم مشغول هستیم. اولا السلام علیکم. من عباس آچیلم، صنف دهم مکتب اختصاصی بایسون هستم. امروز استادان و درس‌هایشان پوهنتون شهرشناسی دولت تاشکند آمدند و برای ما در باب توریسم بسیار معلومات دادند. من از بسیار خوشحال شدم. مثلا در بایسون بسیار امکانات. السلام علیکم. من هم اوقوچی مکتب اختصاصی بایسون هستم. امروز استادان به پوهنتون یونیورسیته شهرشناسی تاشکند به مکتب ما آمدند. آنها در باب توریسم و پیشرفت آن، تکثریت بایسون و فعالیت‌ها و فایده‌هاشان صحبت کردند. من از این درک کردم که توریسم چیست، چطور از آن استفاده کنم و جایهای بایسون چی هستند. مثلا خوجه میخانه و اهمیتش را شناختم. من فکر میکنم ما هم میتوانم به پیشرفت توریسم کمک کنم. من چاری و دلفروز مکتب اختصاصی بایسون هستم. امروز ملاقات بسیار خوب. این ملاقات برای شناختن فرصت‌ها و امکانیت‌های من بسیار مفید بود. معلم و شاگردان یونیورسیته شهرشناسی تاشکند این ملاقات را برگزار کردند. مقصد این بود که دوستان ما با وطن محبت و وفا را بیشتر فهماندند و در راه‌های متفاوت یاد گیرند. آنها از زندگی خود نمایان‌ها آوردند. این برای چند تاثیر بازار گذاشت. من هم بسیار معلومات دیدم و فرصت‌های را شناختم. امید هست که اوقوچی ما هم بتوانند استادان و پروفسوران از علم و شدت برای پیشرفت وطن استفاده کنند. تشکر بسیار. استادان و شاگردان بسیار شاد میشوم اگر تکرار هم بیایند. سمینارهای ما در مکتب اختصاصی بایسون هم به پایان رسید. حالا به منزل بد رفتم.